سلام رفقا، چطورید؟ من حسام تیرچم هستم. به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز قراره با هم دیگه بریم چالش بوسیدن اما پرنکش، یعنی دوربین مخفیشو با هم دیگه ببینیم. چه دختر چه پسر میرن توی مکان عمومی، حالا تو خیابون، توی پارک، توی مترو، هر جا میرن میرن جلو، آماده میشن برای بوسیدن، بعد وسط کار ول میکنن میرن. میخوام ببینم عکس العمل بقیه چجوریه. ولی ای کاش این چالش تو ایران بود. میریم با هم دیگه چالش رو ببینیم. یادتون نره که حتما وسط های ویدیو دکمه لایک رو بزنید و یه کامنت بذارید. اگرم چنل رو سابسکرایب نکردین حتما چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگولم فعالش کنید. فدای مرامت. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. برو بریم. خب یو Are you Liz? Yes. برای اولین بار میرم یه دختر اینقدر خونسرد باشه. تیکه پارش باید میکرد. نه حرکتی نه چیزی. بابای پسر این کار نکنین، ولتون نمیکنه. حالا خوبه اونوریا جنبه دارن. اولی شت. خب چرا جداشون میکنی؟ اصلا به تو چه؟ خب کارو باید بگیره؟ نه دیگه، این توی جمع وسط سالن فرق نمیکنه واسش. رفت که رفت. چه آدمای خوبی پیدا میشه واقعا. همین حرکت رو روی پسر ایرانی برو. حقش خود برو. ما لب اونو بگیریم و اینکی لب میره باش. هولی شت. یعنی اون زمان توی دوشک میمونی که اگه دوربین مخفی واقعا یا داره من اسکل میکنه یا واقعیه، نمیدونی چیکار کنی. این حقم بهشون بدین. واقعا سخته تو اون شرایط تصمیم گرفتن، خیلی سخته. هولی شت. خب قضیه این بدبخت دکونش عروسی ها. این دوتا معلومه گی بودن. آره روش خیلی تعصب داشت. آره نکن. آره دیگه، حالا اون گی هن دیگه، رو هم دیگه غیرتی میشن. دوست پسر اونه، اون که دوست پسر این کیه؟ چه چیزا والا. الان میکشته. همین جرت میده پسر، جرت میده. اوه کجا میری؟ کجا میری؟ آها زودتر کار گرفت دستش. فقط اونجا که ضایع میشن. شت. آها اوه نه خوششون اومد. نه کجا میخوای دری؟ چرا میای تو خمارشون میذاری؟ دلم واسه سوخت. این حرکت ها توی ایران نزنین ها. فقط تو امروز سیلی بخور. اسکل تو چرا میزنی؟ خب
ایده خیلی خوبیه. جلوی دوستاشون سعی کنه ضایع نکنه، چه پسر چه دختر این حرکت رو نزنه. جلوی دوستاشون خیلی ضایع بشن بد میشه. اوه تو سرت. یا خدا چه حرکتیه؟ تو چه پر رویی؟ تو یه دختر ایرانی نصیبت نشده که دهن تو سرویس کنه. دوست دارم این چالشم تو ایران انجام بشه، ببینم عکس العمل بقیه چجوریه. اوه بدترین همینه، بدترین خماری همینه. دل دختره شکوندی تو احمق بیشور. هی اوه بیا اینجا ببینم. شت وای این دخترها ول کن نیست، خیلی چارش بدیه، چون تو موقعیت خیلی بدی قرار میگیری. گفت اشکال نه رفیق من هستم. رفیق بهم میگن جبران کرد. جلو دوست پسرش نه این دوست. اوه خدا اوه خدا داشتم یه بوس بدن داشت. طرف آماده میشه تو وسط کار ول میکنی میری؟ به چه حقی ولش میکنی؟ نکن. به چه حقی؟ جلو دوست پسرش پشمام، واقعا پشمام. پسر پشمام چه پسر خوبی واقعا. واقعا نه. جدا واقعا اگه تو مترو یه نفر حرکت روتون بزنه چیکار میکنید؟ شما بگین اگه شما جای اینا بودین چیکار میکردین تو مترو؟ اوه یارو دوست دخترش غیرتی شد. نه الان میکشدش. آها دختر هر جای این کره زمینم باشه بازم حسوده، پس حواستون جمع کنید. فقط میخوام بدونم شما چیکار میکنید اگه جای این بودی. قسمت بد داستان اونجاست که آره اوکی شد میره جلو، اونم واکنش نشون میدن، بعد اینکه به طرف میگی دوربین مخفیه. خیلی بده اینجا، خیلی بده. شت بازم هر چی باشه، اون زر دنیا باشه، ایران باشه، یارو یه دفعه بپره رود اصلا پشمات میریزه اصلا کلا. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی. یادتون نره که اگه از این جور سبک ویدیو حال میکنید، دوست داری بازم ویدیوهای چالش های تیک تاکی رو بازم بریم، بازم دوست داری از این ویدیو بسازم، حتما توی کامنت بنویسید. و اگرم از این ویدیو خوشتون اومد حتما یه لایک بکنید. به من میگم حتما هی، ولی سابسکرایب هم حتما بکنید، اون زنگوله هم حتما بزنید، فعالش کنید و حتما من دوستتون دارم و حتما میبینمتون. بازم من که نمیتونم ببینمتون، منو میبینید. بازم ویدیو میذارم. تا ویدیو بعدی پیس.